پیامبر شما با دختر 9 ساله ازدواج کرده. من دین رو که کودک انصاری داره رو قبول ندارم. آخه دختر 9 ساله رو چه به ازدواج بگوشترش کنه. بریم اونور. المؤمنین عایشه 17 سال قبل از اینکه هجری قمری شروع بشه به دنیا اومده بود. دوم هجری قمری با حضرت محمد نامزد کرده بود. چهارم هجری قمری رفته بود خونه پیامبر. میشه چند سالش؟ میشه 21 سالش، نه 9 سالش. حالا به من گوش. تو کتاب دلائل النبوت و طبقات الکبری نوشته شده خانم عایشه سالها قبل از پیامبر نامزد داشته که اسم نامزدش هم جبیر پسر مطعم بوده. به خاطر اینکه جناب ابوبکر مسلمان بوده این ازدواج به هم میخوره. خانواده دوماد میگن ما از مسلمان ها دختر نمیگیریم. فکر کن 10 سال بعدش تازه خانم عایشه با پیامبر نامزد میکنه. ببین دین نداری؟ خب نداشته باش، حداقل شرف داشته باش. اینقدر تهمت نزن به پیامبری که انسانیت رو هدیه داده به بشریت. اما